عزیزان یک واقعیت رو به شما میگم که این رو بذارید گوشواره گوشاتون و اون اینی که هر چیزی که از صحابه و مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نرسیده این یه چیز بیهوده است، میراثی است از فرهنگ‌های دیگران یا فرهنگ‌های جاهلی زمانه‌های قرون وسطایی که عقل خودمون کار نمی‌کرد، یا از میراث‌های همسایه‌ها، حالا هندوهای گاو پرست، نمیدونم زردشتی‌های آتش پرست، یا کسایی که الاغ و سنگ و نمیدونم مارمولک رو میپرستیدن. در حال از ما نیست، چون که این مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا مثلا ما جهیز در به اصطلاح بعضی از فرهنگ‌های خانواده‌هایی که مشکل اینجا دارن، در مشکل هویتی دچارن، اونا میاد آقا میگن که جهیز باید بدید، دختر باید جهیز بده. آقا این فرهنگ هندوست. یه دختر هندو میراث نداره، یک دختر هندو از پدر و مادر هیچی نمیبره. خب حالا این بنده خدا رو اگه یه جهیزی بدن خب حقشه بنده خدا. اما وقتی که ما میایم پیش مسلمون و خون دینی که زن رو براش جایگاه و مکانتی بیشتر از این قرار داده که تو بیایی به اصطلاح اینجور ذلیل و خارش بکنی، اون پدر و مادری که یک دختر رو تمام عمرشون رو دادن برای ساختن و تربیت این دختر، این رو دو دستی میدن به شما، باز میخوایی که ازشون جهیز هم بگیری؟ واقعا ظلم از این بدتر. بعد میان واقعا هم ببین وقتی انسان خجالت نکشه هم اینطوری میشه میگن که حضرت علی از فاطمه جهیز گرفت. با این حرفای زشتیه که دارید میزنید. علی کی بود؟ علی مثل پسر پیامبر تو خونه پیامبر وقتی علی رو فاطمه رو به ازدواج علی در آورد، هم پدر بود برای داماد، هم پدر بود برای عروس. علی جان چی داری؟ والله هیچی ندارم. هیچی نداشت بنده خدا. یه سپر داشت، فکر نمی‌کرد که این سپر از دارایی حساب میشه. این مال جنگه، یکی از لوازم اساسیه که به اصطلاح فعالیت جهاد هست. خب گفت یه سپری داشتی؟ بله یا رسول الله. خب برو همینو بفروش. خب علی میره میفروشه. کی میخواد بخردش؟ عثمان کیه؟ داماد پیامبر، فئودال، سرمایه‌دار، پولداره، اما میتونه که به علی قرض بده، میتونه بهش پول بده، اما میدونه اگه به این جوون الان قرض بده یا پول بده بهش بر میخوره. عثمان یک مربی است. میگه من ازت میخرم، چقدر میفروشی؟ بیا. ازش میخره، البته بعداً چند وقت بعد بهش هدیه هم برمیگردونه تا عزت و کرامت جوون رو خدشه‌دار نکنه. خب همین پول رو پیامبر یک جزیشو میفرسته عروس آماده کنند، یه جزی رو میفرسته کوزه‌ای بخرید، یه تشکی بخرید، یه نمیدونم بالشی بخرید، یه دو ظرف بخرید، یک ظرف آب بخرید. اینه. حالا جهیز اگه قرار بود میبود، آقا پیامبر دخترای دیگه داشت، 2 دخترشو داشت، داد به ازدواج حضرت عثمان. حرفی از جهیز نیست. چرا؟ چون عثمان نیاز نداشت. عثمان یه آدم ثروتمند بود، دخترشو داد به ابوالعاص زینب. حرفی از جهیز نیست. ابوالعاص آدم ثروتمندی بود. الان اینجا پیامبر پدری میکنه، این دیگه معناش جهیز نیست عزیزان من. چرا میخواییم همه چیز رو قاطیش کنیم؟ یه مرد باید مرد باشه. وقتی میایی به اصطلاح از خانواده یه دختر جهیز طلب میکنی، تو همین قضیه مردونگی باید یکم بر بخوره. این شایسته نیست. عزیزان من، نباید به خودمون اجازه بدیم تا فرهنگ‌ها و عادات و رسوم دیگران بیاد و هویت ما رو، انسانیت ما رو، اسلام ما رو خدشه‌دار بکنه.